بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. موضوع امروزه ما درباره چگونه غضب خود را فرو بریم. رسول اکرم علیه الصلاة و السلام در حدیث فرمودند: لا تغضب ولک الجنه. غضب نکن، از برای تو جنت است. غضب را چه خیل معالجه کنیم؟ علما در این باره چند کار را توصیه دادند. اول اینکه انسان وقتی که غضبناک می شود باید به سوی الله جل جلاله از شر شیطان پناه ببرد. رسول اکرم علیه السلام درباره دو مردی که با یکدیگر جنجال داشتند، یکیش رویش زیاد از شدت غضب سرخ شده بود، گفتند که اینی لاعرف کلمة لو قالها لذهب عنه الذي یجد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. گفتند من میدانم کلمه را که اگر این مرد این کلمه را بگوید از اون غضبش دور می شود. یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم باید بگوید انسان هر وقت که زیاد غضبناک شد. دوم اینکه انسان باید خاموش شود. رسول اکرم علیه السلام گفتند و اذا غضبت فاسکت و اذا غضبت فاسکت و اذا غضبت فاسکت. 3 بار این سخن را تکرار کردند که هر وقت که تو غضبناک شدی پس خاموش باش. سوم تغییر دادن حالت ایستادگی. انسان وقتی که غضبناک می شود هر وقت که راستا باشد باید بنشیند و هر وقت که نشسته باشد باید به یک پهلو یا طرف راست و یا طرف چپ تکیه زند و یا اینکه به پشت خواب کند تا اینکه غضبش خاموش شود، پس شود. رسول اکرم علیه السلام در دیگر حدیث فرمودند: اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. گفتند هر وقت که یکی از شما غضب کرد در حالی که راستا باشد پس بنشیند تا اینکه غضبش پست شود. اگر در این حالت غضبش پست نشد پس تکیه بزند به یک پهلو. چهارم انسان باید داند که انسانی که خشم خود را، غضب خود را فرو میبرد چقدر ثواب و اجر بزرگ در نزد الله نائل می شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله ذوالجلال در آیه 133 و 134 سوره آل عمران می‌فرماید: و با انجام دادن عملهای نیک و نوعهای گوناگون عبادت به سوی نزدیکی جستن با الله جل جلاله بشتابید و در این میدان با یکدیگر رقابت نمایید تا به مغفرت بزرگ پروردگارتان نائل گردید و وارد جنت شوید که پهنایی آن مانند پهنایی آسمانها و زمین است. الله آن را برای بندگان پرهیزکارش آماده ساخته است. پرهیزکاران کسانی اند که مالهای خود را در حالت آسانی و دشواری در راه الله جل جلاله خرج می کنند و با وجود آن که قدرت ستانیدن انتقام را دارند غضبشان را فرو می برند و جرم شخصی در حقشان ستم کرده را عفو می نمایند و الله جل جلاله بندگان نیکوکار با این گونه اخلاق آراسته را دوست می دارد. دوم حدیثی که امام احمد و ابن ماجه رحمت الله علیهما از حدیث ابن عمر رضی الله عنهما روایت کردند که رسول اکرم علیه السلام گفتند: ما من جرعة اعظم اجرا عند الله
من جرعة غیظ کظمها عبد ابتغاء وجه الله. گفتند هیچ قطره فرو بردنی بزرگتر از اجر و پاداش در نزد الله از این نیست که جرعه یا که قطره خشم و غضبی که انسان فرو میبرد به خاطر رضای الله. دوم حدیثی که معاذ ابن انس رضی الله عنه از رسول اکرم علیه السلام روایت میکنند: من کظم غیظا و هو قادر علی ان ینفذه دعاه الله سبحانه و تعالی علی رؤوس الخلائق یوم القیامه حتی یخیره من الحور العین ما شاء. روایت ابو داود و ترمذی رحمت الله علیهما. گفتند که هر انسانی که خشم خود را، غضب خود را فرو میبرد و انسان قادر است بر این که طرف مقابل را جواب مناسب دهد. وقتی که یک نفر اون را دشنام داد میتواند که دشنامش دهد، اگر زد میتواند او را بزند، اگر هر کاری که کرد میتواند او را انتقام گیرد، قدرت دارد و به خاطر الله خشم خود و غضب خود را فرو میبرد. الله جل جلاله در مقابل این عملهای انجام داده اش، این غضب و خشم فرو برده اش، روز قیامت این بنده را میخواند، دعوتش میکند در بین مردم محشرگاه و داخل جنتش میگرداند و به این بنده اختیار میدهد از حورهای جنتی چه قدر که میخواهد اختیار کند و اون را به این بنده از اون حورها نصیب میگرداند. الله ذوالجلال نصیب کند که ما و شما از جمله آن بندگان باشیم که در هنگام خشم و غضب خود را فرو بریم به خاطر رضای الله، تا اینکه اون اجر و ثوابی که الله جل جلاله وعده کرده است به ما و شما هم نصیب گرداند. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.